این روزا خیلی از مردم شما را دعوت میکنن که بیاین از طریق ارزهای دیجیتالی میلیونر و مولتی میلیونر شوید. من نمیگم که نه، امکان ندارد، ولی رمز و رازی دارد. همه نمیتوانند از طریق ارزهای دیجیتالی میلیونر شوند مگر اینکه رمز و راز این صنعت و این بازار را بدانند. بدون مربی، بدون مشاور و مربی در این بازار قدم گذاشتن اشتباه محض است. تعدادی از افرادی که با احساسات مردم بازی میکنن که بیاین از طریق ارزهای دیجیتالی میلیونر و مولتی میلیونر شوید، آنها به سابسکرایبر و فروش بسته های VIP نیاز دارد و میخواهند از این طریق پولدار شوند، در حالی که ارزهای دیجیتالی از خود رویش دارد، از خود سایکل دارد، از خود پروژه های کاربردی دارد که باید مطالعه شود و ارزهای دیجیتالی مشخصاً میمانه مثل ابتدای دات کام ها. اگر با دات کام ها آشنایی داشته باشین که چی تعداد از دات کام هایی را که ما امروز میشناسیم موفق شده و چی تعداد از دات کام ها منقرض شده، از بین رفته، مردم پول از دست دادند، حتما و مطمئنا میتونین از ارزهای دیجیتالی هم مستفید شوین، استفاده کنین. رمز موفقیت و خوشبختی چیست؟ آگاهی رمز موفقیت و خوشبختی است. آگاه شوید. I don't care what you think, but I'm gonna tell you that you have to learn a lot. You understand?